درود و رحمت خدا بر شما باد. برادران عزیز، صبح یکتان بخیر، پر نور و پر برکت. امروز یک حکایه و یک قصه خیلی جالب برای سمع شما میرسانم و البته امید دارم که این قصه در حیات ما و شما یک تغییراتی میبخشد. شاید که در این موضوع ما با کمال تأسف کمبودی داشته باشیم، ناقصی داشته باشیم، اما خدا کند و بعد شنیدن این قصه خداوند برای ما فهمیش و هدایت نصیب کند که ما از این قصه برای خود حصه برداشت کنیم. جوانی بود بسیار مادر را آزار میداد. مادر همیشه آب چشمش در چهرش بود از پشت این فرزندی که زیاد بد اخلاقی میکرد نسبت مادر. و روز مادر را سخت آزار داد و عزم سفر حج کرد. نزد مادر آمد و از مادر خواست که دعا گیرد. طلب دعا کرد از مادر، اما مادر دعاش نداد. اگرچه دل مادر خیلی لطیف و خیلی نرم هست نسبت فرزندش، لیکن از اینجا دیده میشد که خیلی دل مادر را رنجانده بود این فرزند. و فرزند گفت میلش دعا نتی، هیچ باکی ندارد، محتاج دعای تو رم نیستم، و سفر را شروع کرد. در اثنای راه یک توده دزدها دزدی کردند و آنها فرار کردند. این جوان در دست خورد با تهمت دزدی و قاضی امر کرد که دست و پای این جوان را کلته کنید، بالای اراوه سوار کنید و در بازارها و دیه ها این را دور بدید تا که برای مردم درس عبرت شود و اصلا دیگر دزدی نکنند. این چنین کردن و هر نفری که میدید این جوان را بر اون لعنت میفرست. خدا تو را خوار کند، این جزای دزدی تو هست. اما جوان در جواب آنها با تأسف و با شدت میگفت شما خطا کردید، این جزای دزدی نیست، زیرا من دزدی نکردم. این جزای رنجاندن دل مادرم هست. این جزایی هست که من مادرم را زیاد آزار دادم و دعای مادرم را نگرفتم. الله من بالای من غضبی شد و من را از این عضوها جدا کرد. برادران عزیز، حقیقتا این موضوع خیلی موضوع جالب هست و برای آدمی که کمی ایمان داشته باشد این قصه شاید که اون را یک تکان بده. یک جوان نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتی. برای من خبر بده ای فرستاده الله، بهترین شخص، محبوبترین شخص، نزدیکترین شخص بر من کی هست که من با اون دائما صحبت کنم، رابطه ببخشم، خدمت اون را کنم؟ امک. رسول خدا گفت مادری تو. جوان تکرارا پرسید باز کی؟ بعد از مادرم چی؟ گفت امک ثم امک، باز هم مادرت و باز هم مادرت، و در قدم چهارم گفت بعد پدرت. مادر نسبت فرزند خیلی خیلی عذاب کشیده است برادران عزیز. خستگی، گرسنگی، درد و رنج، 9 ماه در بطن مبارک تو را گردانید، از طعام‌های با لذت دست کشید، شبها خواب نرفت، بعد تو را تولد کرد، با مرگ روبرو شد،
با 2 سال دیگر تو را شیر داد، تو را به وایه رسانید. نخواد که امروز تو مادر را سخنهای بدبو قبیح و ناجا بزنی و بعد از این تو گمان میکنی که خدا برای تو خیریت و فیض و خوشبختی دنیا را میتد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا کردن، گفتن رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه، خار و ذلیل باد، باز هم خار و ذلیل باد و باز هم خار و ذلیل باد. گفتن یکی از اون 3 نفری را که در حقش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعای بد کردن، یکی از اون بود من ادرک ابویه عند کبر احدهما او کلاهما فلم يدخل الجنه. همان شخصی که پدر و مادر را یا که یکی آنها را در سین پیر سالی می‌یابد اما وارد جنت نمی شود. یعنی پدر و مادر از اون راضی نیستند. این انسان ها را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعای بد در حقشان کرده. و در دیگر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند لا يدخل الجنة العاق، کسی که عاق پدر و مادر شده است وارد جنت نمی شود، اگرچه حاجی هست، اگرچه نماز میخواند، روزه میگیرد و هکذا، زیرا مادر و پدر رضاگی الله است. و دعای مادر در حیات انسان بسیار نقش مهمی بازد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند 3 دعوات مستجاب لا شک فیهن، دعای 3 فرد بی شک و شبهه قبول هست، در آن هیچ شکی نیست. یکی دعای مسافر، دوم دعای مظلوم و سوم دعای والد لولده، دعای پدر و مادر در حق فرزندشون. یا در یک حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت گفتن همان جوانی را که همسرش را از پدر و مادر بلند میماند، همسرش را از مادر بلند میماند، سخنهای نرمی که با همسرش میزند با مادر نمیزند، طعامهایی که برای همسرش آماده میکند برای مادرش نمیکند. این گونه انسان را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لعنه الله، خدا لعنتش میکند. در خاطر برادران عزیز، انشاءالله امیدوارم که این قصه حیات ما را و معامله ما را نسبت مادرها تغییر میده و ما مهربان و دلسوز و جانفدای مادرمان میکردیم. باز هم یک بار روزتان بخیر و خداوند از ما و شما راضی باشد.